ما خیلی شاد هستیم که دیپلم نوبتی SSSR با یک تن از خواننده ها، مؤلفان، دوستان، عضو فعال اخوان SSSR سر از شروع کار گازت ما در بازار اطلاعاتی سر از سال 2008 که همیشه با ما هستند استاد شمس‌الدین قدرت سپرده می شود. دیپلم SSSR داده شد به شمس‌الدین قدرت برای سزاوار شدن به جای سوم در آزمون RSSST معمای نقشاده. در این برابر خدمتتون عرض میکنم که شمس‌الدین قدرت طول 16 سال، این 17 سال می شود، 84 سال بله، نه با ما همکاری با ما همکاری میکنند. پیوسته مطلب‌هایشون رو می‌نویسند، مطلب‌های تنقیدی، مطلب‌های تحلیلی، مطلب‌های تحریری و نیز توصیفی. زیرو گازت SSSR گازت مردمی است، ما هم تنقید میکنیم، اصلاح که شد تعریف و توصیف میکنیم. مبارک باشد. رحمت موفقیت شما موفقیت آرزو دارم که همه زینه‌ها بلند برآمدن گیرید. در ضمن دو کتاب دیگری که گازت SSSR نشر کرده است، یکی سفردیده مدینوی با سویدست مؤلف و کتاب دیگری رو بابای ایشان با شما تقدیم می‌گردد، زیرا شما دیگر کتاب‌های ما رو گرفته اید. دیگه شما گرفتم، همین نگرفته این همین باید نگیره. حالا که ما می‌خواهیم نظر شما رو درباره برگزاری همین آزمون RSSST معمای نقشاده بشنویم و این آزمون یادتون باشد 14 سال 15 سال قبل هم بود و دوباره با خواهش شما خواننده ها ما اون رو احیا کردیم. بله بود، لیکن گمان میکنم که بهترین عملهای شما دست بزنید، بهترین برای که همین مردم هوشیار میکنند، همین آزمون دارم، این همین آزمون هوشیار میکنند، مردم همیشه میفهمند، نفهمیده که میفهمند. برای چی میگم؟ برای چی یه چیز نویسیم که همین آدم معرف و محفوظ شود، نباشه همین SSSR با سر چی میبندی. لیکن من گمان میکنم که همین نویسندگی من همین آزمون دارم، همین دیدم که من این حال نویسم آوردم 25 تا آوردم 25 SSSR 25 تا آوردم. گمان میکنم که همش ارزنده اکنون بسیار آدم میبخشه، آدم مینویسن میکنن، مسئله تنقیدی نمینویسن، تنقیدی نویسن در روزا حتما اینو تعریف مینویسن. از این SSSR نام آوردگیتون میتونید یک دو ابریویاتور رو برای ما شرح دید، یک دو گفته نوشته‌تون رو. من یه تمرین نوشتم که شوخه سنمه سر راحت منمه دوستانی اینا الان شوخه یه حاله اینم روزی بود. من از استاد سردبیرای سپارتسمنای انا بود چیزای ریکتای نه آخرون ریکتای این خنده شوخی هم روزی باست. عموما نظر شما درباره گازت SSSR آزم بینید که ما 17 سال هستیم و شما 17 سال من میدونم که هر یک شماره ما را میخونید، تحلیل میکنید، تفسیر میکنید. اکنون ما برآوردی چی گفتن دارید؟ چی کار کردن در کار، چی کار همون نکردیم، چی کار رو کردیم و چی ها باید کرد که با مردم نزدیکتر شوید. اکنون با مردم نزدیک چیزای همین نفسر پیشنهاد کردن کنه، پیشنهاد نفسر کردن کنه. ممکنه که عجب نه SSSR برآمده دیگر چیا پیشنهاد کردن کنه. نه این معما رو نمیگم، من عموما محتوای گازت هستم. شما محتوای گازت شما یکی از خبرنگاران فعالی گازت خبرنگار مردمی ما هستید. نه مون نکنید که آخه خوبه، همه چی خوبه، مقاله‌اش هم خوبه. دیگه آخرای وقت همین چیز بسیار اهمیت شایع گرفتش دیگه 2 میلیارد 3 میلیارد همه قدر پول کرده گذاشتن، همه قدر پول شده. بسیارتر مقاله‌های تنقیدی تعریفی من بسیار درباره حال من نوشتم اپام دادم زشتی درباره آیدهای جوان برای چی و همدیگه جدا میشن. دوستیاتش آوردم حتی همون هم نوشتم که اکنون ناموش هم ننوشتم. حتی آوردم ناموش دیگر کرده نوشتم. انا همون آوردم دختر
یا کشلو ما خودم همون قاینی و باشه قاینی دودم زمش خیلی رفتم دودم همونه خیلی یک سال ایستو گوداگدارشی بالنسبت بود تولد کرد آورد داخل اتاق دیگه نمیتیه انا که ای خبر یور خبر کشی همون من نمیشم که آخه خبر کشی خبر این اویده وایرون نمیکنه چی در کاری که هم اویده دار شدی زندگی یا پدر و مادر با نمیشم پدر و مادر ای بس 100% پدر و مادر ای 100% و چی دختری من با شوهر داریم خانم ما با اومد دو روز شده باشم خیلی تو خانه داری شوهر داری ممکن خسر پشتمان داری خیلی راو من خانه پیش میکنم من هم بیراه میگم خفه هم شو راو ولی همین کارو این پدر و مادر رو خودی اهمیت نمیتیم یکم در اهمیت نمیتیم دخترش اومد خوب کردی اومدی بگو تمام همه دیگه همه خود گودک کرد دکونه آتش رفته جهان مونه خیلی مونه رفته زن بیرون گفت آبجو که دفشم اخونه برو رفت اکنون این درست است و اما ببینید که گازه تایمو شما بدونید سیاسی هسته و با ماجراهای اویلوی کمتر توجه میکنید ببین کار دست محبت با اویلا و در وقت چرخ گردون بوده دیگر است ما بیشتر موضوعهای اقتصادی سیاسی اجتماع گلوبال پالیتیکا مشکلات مردم سیاست درباره همین تنقیدی باشه این بهتری در همه آدم هوشیار بکنه بله تنقید میوه کمونیسم است همون راهبر باشه تولد ولادیمیر ایلیچ لنین است نفری که خواهیم نخواهیم بر 15 رسپوبلیکای امروز موجوده دولت داده است روز تولد لنین است و در همون دوره میگفتن که تنقید میوه کمونیسم است و ما تا وقتی که هستیم کوشش میکنیم که تنقید سازنده کنیم و مردم را با دولت سازی جلب کنیم اگر مردم خلق بر روند انتقاد سازنده و تعریف و توصیف سازنده و بنیادکاری بند نباشد یعنی که در زندگانی روزمره حیات جمعیتی اشتراک نکند این ملت این مردم بنیادکار دولت محور بوده نمیتواند هدف ما هم همین است که همین هر درد و رنجی که مردم دارد همون رو توسط گازه ما پیشکش کند غیبت نکند در صحیفه های مثلا اجتماعی در آمده با امضای مستعار و پوشیده گپی پست و بلند حقارت و دشنام نکند مردم رو در صحبت های غیبتخانه ها از دولت مرکزی دلسرد نکند بلکه آزادانه آشکارا چون در گازه ما نویسد شما صدها مطلب نوشتید یگان بار فشار نیاورده در دولت ما فشار نیست وقتی که تنقید سازنده است ما میخواهیم که همین مردم در دولت سازی شرکت کند تا ملت تاجیک دولت محور باشد خوش آمده بار دیگر با شما مبارک باشد من اول یکم بار روشکه گرفته نویسگی درباره همین آدم نویسم من خدا رحمت غلام بود مرد من حتی سوال دادم که شما گزل میخوانید و همه گزل اسکری یکم تا گرفتگی نبوده و من برده دادم من همین محرر همین هست بعد چه پیش من میدونم من شیراز هم نباشم همین میخوانم گاه وقتی بهترین آدمی با سواد در همین تاجیکستان ما همین سیاف هست من تاجیکستان جو بلند رفتی ایشان بگو ایشان ممکن ایشان موجود تاجیکستان من نگم ایشان ممکن سلامت باشید که همه چاک کرد سوال دارگی وای با خونه خور آمده با خودم نریسم ممکن اپم چاک کرد انا همه و صفت شما در صدها آدم کردیم نگه از صدها آدم بگم میشنم که بهتر آدم سوادش هست من یک سیر فوش کنم من اصلا خودم هیسوری من اصلا خودم یومونی ام من غربی ام من پومیری ام من کلوبی ام من سوغدی ام بدونید برای چی؟ برای چی؟ ما میتوانیم ما ملتیم ما بتوانیم سلامت باشید خوش آمدید صابری همین هست انا همین است بسیار بهتر تمام نوارهای ما رو همین نه که در شما از همه تعریف نشود از همه بهترین آدمی سرکار و آدمی با صفت و
و مکبی همه و گزیده آوری گزیده می‌بردی که نمی‌آمد همین زلکه من آتش کنی جورا بودم جمیله خونه Cemile bunu söyle. جمیله بونو Yağmurda